کوشمنچی‌ها در بیابان بودن و در شهرها تاجیک‌ها بودن. کوشمنچی‌ها در بیابان، در شهرها تاجیک. نه که بین و علاقه بود. کوشمنچی به تاجیک زندگی کردن نمیتونست. اینا فهمید. کوشمنچی به تاجیک زندگی کردن نمیتونست. تاجیک به کوشمنچی زندگی کردن میتونست. انا این اهمیت دارد. چون که ما همه چیز داشتیم. چاروا داشتیم، پوشاک داشتیم، خوراک داشتیم، همه چیز داشتیم. اما اون نداشتن. باغ، میوه، همه چیز، کانال ها، باغ ها. کوشمنچی چی؟ دشت خالی. مثلا زمستان در جنوب، تابستان میرفتن شمال. همین کجایی که رما میرفت، ای قفای رما، کجایی که علف میگشتن. زندگی باید گوسفند بود، رما، برانی. کک وحشی، здоровый وحشی برانه میگفتن. سلام که میکردن میگفتن که سلامتی گوسفند شما چی خیر؟ سلامتی باید نپرسن، رما را میگفتن سلامتی رما چی خیر؟ کوشمنچی ده. آنها در زمانی که ملت تاجیک دین اسلام را پذیرفته بود، آنها در کوه، خیمه در دوش، از این منطقه به این منطقه به چاروا پروری و اسب چرانی و شترخوری مشغول بودند و اعتماد هم نداشتند. کسی آنها را همچون ملت نمی شناخت.